اصلا بد نیست. من هیچ وقت نگفتم پول چیز بدیه. من به هر نوع دینی احترام میذارم، هر چقدرم که برده‌وار باشه. متوجه نشدی نه؟ خب حالا از دست من عصبانی نشو، آروم باشه. آماده ای؟ پول خداست. و شما فکر کردید که دین فقط شامل مسیحیت، بوداییسم یا شامانیسم میشه. معلومه که اینطوری نیست. دیگه اینقدرم که ساده نیستی. در عصر امروز تنها دین مدرن جهانی پوله. و ارزهای مختلفی هم داره، مثل کاتولیک، پروتستان، یهودیت، بوداییسم. ببینید در اصل پول خدای شماست. همه بهش اعتقاد دارن، سرچشمه همه چیزه و حتی هر از گاهی معجزه میکنه. وای، این خدا پیامبرانی داره، همون میلیونرایی که زندگی مقدسشون رو با شور و شوق بررسی میکنن. در اینجا همتون تشریفات منظم الهی رو به جا میارید تا یه پاکت حاوی تیکه‌های بدن مقدس رو دریافت کنید. صرفاً جهت خنده. برو از هر کی میخوای اینو بپرس، چقدر پول در میاری؟ جوری خودشونو خیس میکنن که انگار گفتی به بزرگترین گناهت اعتراف کن. حالا داستان این اسکناسات چیه؟ اونا نمادهای مقدسن. اونا فقط چند تا تیکه کاغذ قدیمی که با جوهر چاپ شدن نیستن. نه، اونا تیکه های بدن خدای شما هستن که در مکانی مقدس به دنیا میان که هیچ موجود فانی نمیتونه واردش بشه. بعد این تیکه های کاغذ مقدس خداگونه به دست انسان ها میرسه و بعد خسته، چروکیده و کثیف در کوره های مخصوص میسوزن تا دوباره مثل ققنوس متولد بشن و یک بار دیگه راه زمینی خودشونو طی کنن. همه بهشون دست میزنن. به کیف پولت یه نگاه بنداز. میتونی تصور کنی که هر اسکناس چه سفری رو طی میکنه تا در نهایت به دست تو برسه؟ اولین کسی که چروکش کرد کی بود و بعدش قرار دست کی بیفته؟ یه احمق، یه بیمار سیفیلیس، یه فاحشه، یه رئیس جمهور یا خودتون. همتون مراسم مقدس رو انجام میدید، اونم با همون تیکه‌های کاغذ. آی مردم، بیدار شید. این همه پول در گردشه تا شما انرژی گرانبهاتون رو بهشون بدید. ببینید ارزش پول توسط نیروی کار پشتیبانی میشه. بدون شما پول هیچ ارزشی نداره. واقعیت اینه که پول چیزی جز محصول یه چاپخونه معمولی نیست. هر کسی در هر جایی میتونه پول خودشو چاپ کنه. البته نه توسط یک گروه جمعی، بلکه فقط توسط یک شخص پشتیبانی میشه. ما رو از هم جدا کردن تا بتونن حکومت کنن. بله، پول یه دارایی مشترکه، ولی هر کسی پول خودشو داره، درسته؟ پول هزینه زیادی داره، اما مردم هزینه‌ای ندارن، چون که تو هیچ ارزشی نداری. از اونجایی که ثابت کردید میتونید از هر داستان قدیمی خدا بسازید. و اینکه شماها